به نام خداوند آگاهی، آزادی و برابری. همراهان و مخاطبان خوب شیشه میدیا و نسل پنجم، سلام و درود. در اکسیسپیس این هفته نسل پنجم میزبان استاد محمد ضیا شفایی، معاون پیشین مالی اداری دانشگاه کاتب، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد با موضوع اقتصاد افغانستان، چالش ها، چشمانداز ها و نیازمندی ها هستیم. افغانستان ما و شما در دهه‌های اخیر به دلیل جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی اقتصادش با مشکلات جدی مواجه بوده است. با وجود منابع طبیعی فراوان، نیروی کار جوان و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، این کشور همچنان با موانع متعددی در مسیر توسعه اقتصادی روبروست. و سوال اصلی هم همین است که چرا با وجود چنین منابع افغانستان همچنان درگیر فقر، بیکاری و مهاجرت است. راه حل این مشکلات چیست؟ کار و توسعه اقتصادی نیازمند چه کارهایی است که مردم افغانستان انجام نداده است و باید انجام بدهند؟ ما در این برنامه با حضور استاد محمد ضیا شفایی تلاش میکنیم تا گوشه از چالش های اصلی اقتصاد افغانستان را بررسی کرده و راهکارهایی که در نتیجه تجارب آقای شفایی به دست آمده بشنویم تا باشه که گوشه از مشکلات این کشور فقیر اما سرشار از منابع رفع گردد. استاد شفایی به نسل پنجم این هفته از شیشه میدیا با من امان فرهمند بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. بفرمایید، مایک در اختیارتان هست. با دوستا و مخاطبانی که فعلا تشریف آوردن سلام و درود داشته باشین، بعد میریم به طرف پرسش سوالا. سلام و درود خدمت شما جناب فرهمن عزیز و عزیزایی که درش حضور دارن. امیدوارم فرصتی که در اختیار ما قرار دادین بتانم با توجه به 16 سال تجربه که در اقتصاد افغانستان دارم، از رده های بلند میانه تا بلند مدیریتی، بتانم به سوالای شما پاسخ بدیم و صحبت های ما ارزش وقتی دوستار داشته باشد که شنونده هستند. خیلی سپاسگزارم از شما استاد و یک جهان تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. با یک موضوع حساس و مهم آمدین امروز تا همونطوری که یادآوری کردم مهمترین چالش ها و راهکارهایی را که شما برای اقتصاد افغانستان در پشت ذهنتان دارید برای ما بازگو بکنید و این یک فرصت کمی نیست، یک فرصت خیلی بزرگی هست و استفاده خواهیم برد. استاد شفایی، من اولین سوال خود را پرسان میکنم، میخوایم از اینجا شروع بکنم که از نظر شما مهمترین چالش هایی که فراراه اقتصاد افغانستان قرار دارد چی است از نظر شما؟ خب اقتصاد افغانستان هم شما در جریان هستین، یک اقتصاد بسیار کوچک هست متاسفانه. در اما اوجش که قبل از تغییراتی که در افغانستان آمدن به 20 میلیارد دلار بود، یعنی تمام تولیدی که در یک کشور صورت میگرفت افغانستان صورت میگرفت، مجموع ارزش خدمات و کالاهای تولید شده در روز زمان بود 20 میلیارد. و تحولات سیاسی که در افغانستان آمد که همه در جریان هستیم، متاسفانه به عنوان یک شوک بسیار بزرگ اقتصاد را بسیار خرد کردن که در نتیجه از 20 میلیاردی کوچک شدن مثلا به 14 میلیارد دلار و خود تخمین ها کوچکتر هم از اون نشان میده. خب این بود اما بخش حقیقی اقتصاد که ما بدانیم مثلا اقتصاد افغانستان چند است. یعنی 14 میلیارد دلار اگه شما با کشورهایی که بزرگترینش مثلا آمریکا یا چین است بالای 17 تریلیون دلار است که هر تریلیون 1000 میلیارد دلار میشه. پس شما مقایسه میتونیم از اینجا که بدنه نحیف اقتصاد افغانستان چقدر است، چقدر به حساب تاباوری داره، چقدر بزرگ است. فعلا امسال آنچه که صحبت میشه است که میگه نسبت به سال گذشته اقتصاد افغانستان 2.5% رشد داشته. بخش حقیقی اقتصاد یعنی خدمات و کالاها رشد داشته و متاسفانه این رشد هم طوری بوده که وقتی که ببینیم که مؤلفه های رشد چی بوده،
واقعا مثلا معارف و دانشگاه ها و بخش خدمات دمی سال هم منفی بوده. یعنی از زمان 2021 تا اینوز بخش شفاخانه ها، بخش به حساب مکاتب دانشگاه ها همه منفی هست. تنها بخشی که بزرگ کرده رشد رایی بوده که ما یک کشور مصرف کننده شدیم، از دیگه کشورها بیشتر واردات داریم و مالیه یا تعرفه که روی اونم کالاهای وارداتی وضع شده، عواید و دولت و اینا رو بالا برده، در نتیجه اقتصاد یک مقدار رشد کرده و یک مقدار مصرف داخلی بوده. به خاطر یک رشد بسیار پایدار صورت نگرفته متاسفانه. ای بود امو وضعیت اقتصاد از این منظر در نظر بگیم. خب رشد خود اقتصاد یک کشور، بخش حقیقی اقتصاد کشور که عبارت از کالا و خدمات است، این ارتباط میگیره مثلا به یک قسمت دیگه که کمک کنه دولت در چی نقش داره. در این قسمت هم اگر ما در نظر بگیریم وزارت مالیه خزانه دولت را هم در نظر بگیریم، متاسفانه اقتصاد افغانستان از بعد مالیه از بعد مالی بسیار ضعیف هستند، تا جایی که درآمد داخلی حتی مصارف عملیاتی مثلا نظامی و معاشات گوار تامین کردن نمیتونه. و اقتصاد افغانستان یا از نگاه سیاست مالی که هدف ما مالیات و مخارج دولت ناست، در مقطعی هستند که حتی خودکفایی عملیاتی دو کشور وجود نداره. چه رسد که ما فکر زیر کنیم که چطور زیرساخت‌ها ساخته شود و چطور هم کشور توسعه پیدا کنه. خب ما این دو بعد مسائل اقتصاد افغانستان بررسی کردیم. در قسمت بانکی و مالی شما خبر دارین که نظام پولی و بخش پولی اقتصاد افغانستان بسیار ضعیف است و مانند دیگه کشورها افغانستان اصلا بازاری مثل سرمایه و گبا نداره که مردم بتونن از اینجا پول به دست بیاره یا منبع تمویل داشته باشه. زیادتر وابسته هستن به همین چند تا بانکی که شما در جریان هستین و متاسفانه و تغییراتی که آمد و نگاه ایدئولوژیکی که رژیم به بانک ها داره، مثلا بحث سود گبا مطرح میشه و بانک ها را در یک حد رسانده که تقریبا 40% یعنی پولی که بانک ها در اختیار مردم قرار داده اینا در معرض خطر قرار دارن و همین سال به حساب هر روز به روز در اونجا میزان پسنداز گبا کم شده میره، کی هم نااطمینانی رو نشان میده که مردم به نظام پولی کشوری و نظام بانکی کشور هم اعتماد نداره. پس از این بودم اگه ما نگاه کنیم افغانستان رو بهتر اقتصادش میشناسیم که به حساب چطور موقعیت داره. و آخرین بخش هم که او خیلی مشکلات بیشتر داره و هم سکتور خارجی اقتصاد افغانستان است. شما میفهمید که در عصر کنونی اقتصاد به هم تنیده است با اقتصاد جهانی و او یک از شاخصهایی که ما بتونیم میزان تنیدگی اقتصاد یک کشور با اقتصادهای دیگه کشورها بررسی کنیم و عبارت از همون بلانس تجارت است. یعنی چی میزان ما با دیگه کشورها کالا و خدمات عرضه میکنیم و چی میزان از اونجا وارد میکنیم و این نشان میده که افغانستان در زمان فعلی هر روز یک فاصله بسیار بزرگ بین چی به وجود میاد بین میزان واردات و صادرات. آمار دقیق نشان میده اگر حجم تمام داد و گرفت اقتصاد افغانستان رو با اقتصاد جهانی در نظر بگیریم 10 میلیارد دلار، اگر در 10 میلیارد 8 میلیاردش واردات است، فقط بیش 8.5 و 1.5 میلیارد دلار افغانستان صادرات داره و این صادرات هم صادرات نیست که فراورده های صنعتی باشه، یک چیزایی که خیلی مهم باشه که افغانستان یا خدماتی با کیفیت ارائه کنه. مثلا یک متخصص افغانی بتونه خدمات بانکی برای کشورهای دیگه بده یا مثلا سافت ویر بده. این گبان است، فقط اون میوه خشک است و مواد غذایی است و زغال سنگ است و این چیزای محدود باعث شده. متاسفانه این فاصله بسیار بزرگ شده در اقتصاد افغانستان. این حال ما از این بود یک مقدمه که بحث کردم شاید یک ویو یا دیدگاه بهتری برای دنبال کننده های داده باشه که اقتصاد افغانستان از نگاه تولید، از نگاه بخش خزانه دولت، از نگاه سیاست پولی و بانکی، از نگاه روابط با کشورها در کجا قرار داره. متاسفانه وضعیت خیلی خوب نیست. خب اینا سوال شما را باید بگیرم با توجه به این صورت وضعیتی که از ما از اقتصاد افغانستان دادم، پس چالش های بیشتر چی است روی ازی چی و از نظر من چالش های خیلی متعدد است. یکی از چالش های بسیار بزرگ به نظر من اون مقررات دست و پاگیر رژیم فعلی یا حکومت فعلی است.
شما در جریان هستین که قبل از این نظام اقتصادی افغانستان نظام اقتصاد بازار بود، به معنای اینکه که تا جای خیلی زیادی برای فعالین اقتصادی آزادی داده میشدن چطور فعالیت اقتصادی داشته باشند. و امروز متاسفانه شما در هر فعالیت اقتصادی در افغانستان اگر نگاه کنین، در اونجا رد پای دولت و مداخله دولت میبینین. شما مثلا قیمت گذاری را که امروز در اقتصاد افغانستان است بسیار چالش بزرگ است. مثلا ما بسیار مثال های زیادی زدم، میتونم ولی شاید وقت نباشه. فکر کو می مثلا رژیم مداخله میکنه، میگه شما اگر میخواین 1 کیلو کیک بفروشین، خب قیمت از باید 80 باشه، 100 افغانی زیبا بالا نباشه. حالا یک نفر در خانه مثلا با بسیار امکانات اندکی کیک پخته میکنه و یک فابریکه صنعتی که میلیارد دلار هم سرمایه گذاری کرده با کیفیت بالاتر تولید میکنه، این اردو باید با چی بفروشه؟ با 80 بفروشه. شما این منطق قیمت گذاری میفهمید. ما تشویق میکنم بینندگان، کسایی که دنبال میکنه بحث ما را، که سابقه تاریخی مداخله دولت را مثلا در روسیه و در چین و اینجا ببینه که زمانی که دولت در اقتصاد مداخله داره چه آفات و بدبختی هایی را که متوجه اقتصاد میکنه. یا مثال ساده ای که مثلا ما فعلا شرکت تولید لباس در نظر بگیریم، یک شرکت صنعتی بسیار بزرگ در کابل فعالیت داره، او را هم برش میگه مثلا لباس افغانی وقتی شما تولید میکنین خب 300 افغانی باشه مزد دخت شما، در حالی که یک کسی که در کوچه ها هم هست و باید با عین قیمت باید بتازه. کسی که در پس کوچه مثلا خیاطی داره او 2000 کرایه میده. یک فابریکه صنعتی مثلا 100 کارمند داره که معاش ثابتی به حساب 12 لک دما داره. یعنی این سنجش اصلا وجود نداره که ما چطور اینا را همه را یکی کنیم و مداخله کنیم که همه قیمت ها برابر باشه. متوجه هستید؟ یا مثلا مداخلت در امور سکتور تحصیلات عالی که ما بودم در اونجا، بیش از حد مداخله در دانشگاه هست. هر روز یک ورق است، هر روز یک به حساب دستور جدید است که متاسفانه حتی ساخت ساز شما میبینید که کلکین چطور ساخته شده و هر روز در این اقتصاد رد پای دولت پررنگ شده میره. و تیوری اقتصادی رو میگه هر قدر در اقتصاد یک کشور نقش پررنگ بازی کنه، فعالین اقتصادی از اونجا کوچک شده میره. در نتیجه این چالشی که ایجاد شده فعلا خیلی وضعیت اقتصاد افغانستان روز به روز از بین برده. پس یک از چالش مقررات است، یعنی مقررات دست و پاگیر که در اقتصاد افغانستان وجود داره. خود چالش های زیادی هست، ما خیلی مختصر میگیم. همونطور که شما میبینین میگه که نیروهای متخصصی که در چند سال در کشور حالا درس خوانده بود، کار کرده بود، تجربه آموخته بودن، اینا افغانستان ترک کردن. در نتیجه مثلا مرکز آمار افغانستان توان از این نیست، یعنی نیروی بشری اونجا توان از این نداره که تحلیل ارقام انجام داده بتونه. یا کسایی که در بانک مرکزی افغانستان است با سیاست پولی آشنا نیستن، یا کسایی که دانشگاه ها رو مثلا رهبری میکنه اونا مثلا امو دانش و مهارت و یکبای بالا رو نداره. در نتیجه این تاثیر میگذاره خیلی زیادی روی اقتصاد افغانستان که میتونه چی باشه؟ چالش باشه. حالا ما میتونیم بحث های بیشتر کنیم. مثلا یک از فاکتورهای یک چالش های بزرگ دیگه و خارج از افغانستان مسئله سیاست است و یکی دنیا رژیم فعلی رو به رسمیت نمیشناسه و مراودات سیاسی وجود نداره با افغانستان. در نتیجه شما میفهمید که سیاست و اقتصاد دو رو یک سیکه است. هرگز وضع سیاست خوب نباشه اثر منفی روی اقتصاد میگذاره. همون رقم که ما در اول برای شما گفتم اقتصاد افغانستان مثلا از 20 میلیارد دلار به 14 میلیارد دلار میرسه، این اثر سیاسی است، یعنی تحول سیاسی که آمدن، این تغییرات آمدن. اما رقمی که شما گفتین در قسمت چالش ها و چالش های خیلی زیادی فراراه اقتصاد افغانستان قرار داره. یکی از چالش ها وابسته بودن اقتصاد افغانستان است. وابسته بودن اقتصاد افغانستان، من میخوایم پرسان بکنم که اقتصادی وابسته افغانستان به کمک های خارجی تا چی وقت دوام خواهد آورد و آیا این همی به نظر شما یک از شاخص های ارزش پول افغانی که فعلا مثلا طالبا به رخ میکشه که میگه پول افغانی ارزش داره،
همین کمک ها به حساب میآید یا خیر؟ بله، کمک های خارجی افغانستان متاسفانه من فکر میکنم، حالا دوستایی که تحصیل سیاسی گبا داره بیشتر میتونه تحلیل کنه، درکی که من از تاریخ افغانستان و از منظر امی سوال شما وابستگی اقتصاد افغانستان داره، من فکر میکنم دنیا عمدن پلان امی است که ما یک افغانستان داشته باشیم که اقتصادش مانند یک مریضی باشه که همیشه به حساب در چی بستر افتیده و ضرورت به چی داشته باشه، به یک مسکنی که همیشه او زنده باشه و نه اونقدر تقویت شود که بسیار سریپا باشه و نه هم که از بین بره. متاسفانه این وابستگی افغانستان به کمک های خارجی خیلی سابقه داره و در اخیر حالی که همونطور شما صحبت کردین، اصلا شاکلیدی که اقتصاد افغانستان چطور زنده مانده در اینمی سوال شما هستن. ای که ارزش افغانی پرقدرت نگه داشته میشه، دلیلش است که حالا گزارش خود ملا برادر ما که خواندم 3 ماهه گزارش میده، اولین دستاورد بزرگ خود را میره آورده که ما تانستیم افغانی ارزشمند نگاه کنیم. حتما دوستا در جریان است که ما اول باید بفهمیم که ارزش پول ما رقم میگیم ارزش پول ملی یک کشور ارزش حقیقی داره و ارزش اسمی داره. ارزش حقیقی زمانی است که شما چی میزان مراودات با جهان خود اقتصاد داره که مثلا صادرات داشته باشین، تمام معادن افغانستان فعال است، ما صادر میکنیم و دیگه کشورها میلیون ها دلار روزانه وارد افغانستان میشه. متوجه شدین؟ از بعد دیگه ما مثلا بیشتر سرمایه گذاری ها را در افغانستان فراهم میکنیم که سرمایه گذار داخلی و خارجی میاد داخل افغانستان، دلار و یورو و ارز خارجی با خود میاره. پس این میگه حقیقی، یعنی که خود فعالین اقتصادی باعث میشه که ارز خارجی دلار و یورو و کلدار هر چی که شما بگین در داخل کشور بیاد. وقتی اونو ارز آمد در داخل افغانستان، فعالیت های اقتصادی اونا دیگه معاش روزانه خود را افغانی خرج میکنن نه دلار یورو، چرا که داخل افغانستان از پول ملی افغانی است. پس اونا چیکار میکنه؟ وقتی که ارز در داخل افغانستان میاره، ارز خود تبدیل میکنه به افغانی، یعنی تقاضای واقعی به افغانی بالا میره. در نتیجه فعالیت های اقتصادی افغانی ارزش واقعی پیدا میکنه. اینو میگه ارزش واقعی. اگر افغانستان واقعا افغانی ارزش واقعی می داشت که دلار خودش می آمد نه از کمک‌های خارجی، او رو ما افتخار میکردیم. حالا شما میبینید که ما اول یادآوری کردم برای شما در 10 میلیارد دلار مراودات با جهان، شما 1.5 میلیارد صادرات دارین و بسیار کالای وابسته، کالای ابتدایی که ما مطرح کردم مثلا. خب پس چطور میتونیم بگیم که این یک افتخاره؟ پس چطور اصلا ممکن داره میسته؟ دوستا رو تشویق میکنیم که آخرین گزارش بانک جهانی رو بخونه. یک گزارش تاریخ یک هفته پیش به نام امو گزارش توسعه اقتصاد افغانستان را بانک جهانی 45 صفحه است پخش کردن. یکی از بخش های این سوال بوده، یعنی پارادوکس اقتصاد افغانستان مطرح کرده در یک از بخش ها. سوال پارادوکسی است که میگه چطور امکان است در کشوری که به حساب هر روز در می تجارت در 100 دلار 88 دلار برای خرید کالاها از کشور هر روز خارج شده میره، این افغانی چطور ارزش داره؟ سادگیش میگه که این است که اونمو کمک های خارجی است که اصلا باعث میشه که افغانی ارزش پیدا کنه. کمک های خارجی چیکار میشه؟ این در زمان کرزی و غنی هم رقم بود. چینلش برای شما یک کمی توضیح بدیم. مثلا شما در جریان هستین که معاش اردوی افغانستان را امریکایی ها میدادن. خب مثلا اگر هر سرباز 300 دلار درآمد یا معاش می داشتن، آمریکا اونمو 300 دلار را میدادن به دولت افغانستان. شما میدانین که در هر کشور بانکدار دولت یک کشور بانک مرکزی مو کشور است. پس او کمک ها در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار می گرفتن. بانک مرکزی افغانستان جایی هست که افغانی رو چاپ میکنه، عرضه میکنه. پس سرباز را چیکار میکردن؟ نمی حکومت سرباز را در اکانتش افغانی مینداختن، معادل دلاری رو میگردن پیش خود حفظ میکردن و رزرو یا ذخایر
دولت بالا میرفتن. مرحله بعدی اینه نمی قدرت میدادن بانک چی را دولت افغانستان که چیکار کنه، اینی دلارایی که حفظ کرده مثلا از معاشای سربازایی را در سرای شاهزاده لیلام کنه. هر زمانی که افغانی ارزش از دست بده، افغانی را اینی یک تقاضای سوری یا ایجاد کنه برای خرید افغانی، بره در سرای شاهزاده به صرافا دلار بده و او را جمع کنه. افغانی را بیاره در داخل بانک مرکزی قفل کنه، عرضه پول افغانی کم شوه و اینی که کم شد خود به خود چی میشه؟ چیزی که کم بود ما میدانیم دیگه. طلا چرا ارزشش بالاست؟ چون کم است. پس افغانی وقتی کم شد ارزش پیدا میکنه. به او خاطر یک بازی بسیار تصنعی است. متاسفانه پیامد رفاهی بسیار بالا داره این دوستای محترم. یکی از دلایلی که مثلا این سیاست پشتوانه میشه که چرا این سیاست مهم است که بهانه میاره میگه فقر بیش زیاد است. این در دوران کرزی میگه فقر است، اگر ما با این سیاست ادامه پیدا نکنیم ما کالا وارد کرده نمیتونیم دیگه. خب پس ما این ادامه بدیم تا رفاه نسبی وجود داشته باشه. این سوال مطرح نمیشه که تا چی وقت، همون سوال که شما مطرح کردین، خب تا چی وقت شما میتونین به حساب کمک‌های خارجی باشه که شما فقر نجات؟ متاسفانه ضرر این سیاست نادرست پولی در افغانستان قدر بزرگه که هیچ وقتی نتونسته چیکار شوه، صنعت رشد نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه پول ملی یک کشور هر قدر قدرتمند باشه، خارجی ها که بیای مثلا کالای اونمو کشور رو بخره، چیکار میشه؟ او برش قیمت تمام میشه، صرفه نداره. در نتیجه خود به خود شما میبینید که فابریکای تولیدی ورشکست میشه. کسی که تولیدگر است از تولیدگری دست میکشه، فعالیت های تجاری رو در پیش میگیره. برش خیلی خوب است که بر از چین ارزان یک $100,000 در چین لباس هر چی که بخواد بخره ببره در افغانستان بفروشه و سود تجاری بگیره، به خاطر از اینکه سود تولیدی یا مفادی که از تولید به دست میاره اصلا با ریسکای بسیار بزرگ و سخت است افغانستان. پس این سیاست و این افتخاری که میگیم ما مثلا افغانی قدرتمند نگه داشتیم، این اصلا افتخار نیست، بلکه بسیار خطرناک است برای کشور. به خاطر از اینکه هیچ وقت افغانستان چی نشد، تولیدی نشد. افغانستان نتونست قدرت رقابتی اقتصادش ایجاد کنه. پس به او خاطر این افتخار هم یک افتخاری خیلی چی است، به درد نخور است متاسفانه. و این سیاست در بلند مدت هم به نظر ما چی است، قابل تمدید نیست. و افغانستان از این منظر اگر ما ریسک اقتصاد افغانستان رو در نظر بگیریم، این مثل از این است که شما ببینین خاکستر رو ببینین زیر زو چی است، آتش زیر خاکستر است و اون ناترازی که در اونجا وجود داره، یعنی که اقتصاد ما خود ما چیزی نداریم، وابسته هستیم از طریق امی کمک ها با فشار ما قیمت ها رو پایین نگاه میداریم و برای مردم رفاهش ایجاد میکنیم. مثل از است که ما چیکار کنیم، یعنی یک فشار روی زی میاره که ما در آینده مثلا پول دلار کافی نداشته باشیم که عرضه کنیم در سرای شاهزاده. به محضی که یعنی توان ضعیف شه و بانک مرکزی کار نکنه، چیکار میشه؟ امر هم که پیشتر گفتم، آتش زیر خاکستر یک دفعه انفجار میکنه. یک باروتی است که شما مثلا رو محکم نگاه کردین و دی نقطه در نقطه چی است، در نقطه انفجاری قرار داره، ولی شما رو محکم نگاه کردین با مو فشاری که شما روی گرفتین او رو انفجار کردن نمیتونه، چون زور شما فعلا از زور قدرت انفجار بیشتره. در نتیجه رو کنترل کردین. به محض که دستای شما ضعیف شوه، ما تصور میست که انفجار میکنه و افغانی ارزش خود یک دفعه از دست میده. و ما در سال 2021 شاهد ازی بودیم. شما در جریان هستین که افغانی چند شد؟ 108 افغانی $1 شد. خب باز کمک های خارجی باعث شد که دوباره چی شد؟ افغانی به 60 و این ارزش واقعی نیست که ما اول تشریح کردم. یکی از مشکلات بسیار عمده که مردم افغانستان به صورت عموم با او مواجه هست فقر است، بیکاری هست. و برای که فقر و بیکاری از بین بره باید زیرساخت ها ایجاد شود. میخوایم پرسان بکنم از شما به عنوان کسی که اقتصاد افغانستان رو خیلی خوب میفهمین، 16 سال در این راستا کار کردین، و از نظر شما کدام زیرساخت ها در اقتصاد کشور بسیار نقش عمده داره که ایجاد شود و بعد باعث کاهش فقر و بیکاری شود و نیازمندی های افغانستان هم از این طریق مرفوع شود و به کشور تولیدی تبدیل شود تا یک کشور وارداتی؟
ما در این سالهایی که گزارش های بین المللی و گزارش های داخلی اقتصاد افغانستان، آمار اقتصاد افغانستان را دنبال میکنم و شوک هایی که از بیرون به اقتصاد وارد شدن، مثل کرونا را که در نظر بگیریم، مثل تغییرات سیاسی که در این کشور آمدن، تنها بخش اقتصاد افغانستان که بیشتر ضربگیر است و مردم را نسبی کمک کرده و زراعت افغانستان یک واقعیت. مثلا کرونا را شما در نظر بگیرین که مثلا همه چی بسته شد، دانشگاه و رستوران، بخش خدمات همه رفتن طرف منفی. تنها بخش که ضربگیر بود در مقابل کرونا و رشد مثبت هم داشت، زراعت افغانستان بود. فعلا هم همین رقمی است. پس افغانستان ما خودم که تصور میکنم با توجه به این فضایی که در کشور است و به حساب سیاستی که در کشور هست، ما اصلا به عنوان یک فردی که دنبال میکنم اقتصاد افغانستان را، ما تصور نمیکنم افغانستان هیچ وقت توان از این داشته باشه که صادر کننده چی باشه، صادر کننده مثلا تلفن تلفن در جهان باشه. اصلا امکان نداره. تنها بخشی که به نظر من افغانستان را بر رفاه نسبی میرسانه و مردم را که از فقر و بیکاری گبان ایجاد بده، زراعت است. و این زراعت خود طبعا شما در جریان هستین که بیشترین نفوس افغانستان از اینجا امرار معیشت میکنه. به او خاطر ما اگر زیر ساخت ها خود بحث های مختلف داره. ما زیر ساخت مثلا فکر کنید شما در کشور پیشرفته صحبت میکنین، زیر ساختی که در اونجا مثلا صحبت است در کانادا آمریکا، مثلا زیر ساخت های مثلا برای دیتا سنترها خیلی بحث های کلان است ده، چیزای خیلی بحث. او چیزا در قالب افغانستان ما اصلا نیاز نداریم این بحث رو انجام بدیم. پس اولین توجهی که شوا به نظر من زیر ساخت زراعت برای افغانستان مهم است. آبهای افغانستان مهار نمیشه، مثلا توانایش وجود نداره، شما در جریان هستین. و زیرساختایی که به حساب بتونه کمک کنه که رشد این بخش بیشتر بیه، متاسفانه خیلی ضعیفه. به خاطر به نظر من همون که این سکتور در این حالت ضربه گیری داره و مردم را کمک میکنه، توجه اولی روی ازی شوه. در مرحله بعد مثلا روی برق باید توجه شوه و سرک های افغانستان خیلی مهم است. متاسفانه در اثر انفجار گوایی که بود، شما در جریان هستین، همه از بین رفتن و قسمتی از سرک های افغانستان میفهمین که اقتصاد سیاسی افغانستان طوری است که سرک های افغانستان اگه در نظر بگیرین طوری طراحی شده که قومی خاصی از اون منتفع شود. مثلا این روزا شما بحث شما چی است؟ بحثی است که قرار رای لاجورد فعال کنه که از هرات به حساب از طریق هرات و ترکمنستان و ترکیه کالای افغانستان دیگه جای بره. این خودش زیر ساخت وجود نداره. شما بهترین رایی که به حساب بتونه اینمی افغانستان کمک کنه، شرق و تمام قسمت افغانستان، کابل، سریع از طریق سرک میتونه او صفحات مرکزی افغانستان شما در جریان هستین که از طریق بامیان همی سرک غور هرات خلاص. اما متاسفانه اقتصاد سیاسی مثلا هیچ وقت اجازه نداده که اینمی پروژه که شروع شد، سرکی که به حساب بر از طریق بامیان و غور و هرات تا بر رای لاجورد وصل شود، حالا حتی کمک کنه پروژه تاپی و هر چیزی که است. می‌بینیم که اقتصاد سیاسی مسئله طوری میشه که ما باید دور بدیم سرک را دیگه، ببریم غزنی، قندار، امون رقمون به هرات ببریم. در نتیجه کسی که به حساب بخواه میوه صادر کنه از طریق رای لاجورد، خو یک روز دو روز خود داخل افغانستان معتر بشه. به خاطر این چیزا، این زیرساخت‌ها خیلی حیاتی است و یک فکر خیلی خوبی در کار است که این مسائل در نظر بگیره که رفاه فعالیت‌های اقتصادی اولویت داشته باشه. ما زیرساخت ما نباشه که کدام قوم از اون مستفید شود. زیرساخت را باید بر اساس منافع ملی ایجاد شود که سریع حرکت اقتصادی سرعت پیدا کنه. ما متمرکز می سازیم باز بحث را و سوالات و پاسخ شما را، تشریحات شما را به محصولات داخلی. فعلا محصولات داخلی افغانستان همون رقمی که شما گفتید، بیشتر محصولات زراعتی هست و یا کم و کم محصولات دیگه ای که وجود داره. اینها در نوسان هست، گاهی رشد میکنه، گاهی ورشکست میشه، گاهی رشد میکنه، گاهی ورشکست میشه. شما چی راهی را پیشنهاد میکنین برای محصولات زراعتی که تداوم پیدا بکنه، رشد بکنه؟ گرچه شما اشاره کردین بحث آبها را، بحث مثلا سرک ها و اینا را،
چون اقتصاد افغانستان فعلا همون رقمی که شما گفتین، محصولات زراعتی بیشتر میتونه مردم افغانستان رو تامین بکنه. شما چه راهی را پیشنهاد میکنین که امینا رشد بیشتر داشته باشه، خصوصا محصولات زراعتی؟ اقتصاد افغانستان ظرفیت بالقوه بسیار عظیمی دارد، چی در زراعت، چی در معادن، چی در هر بخش، حتی برق. اینا که در نظر بگیرید، این یک چیزی مطالعات صورت گرفته، این یک ظرفیت بالقوه است و نیاز است، چطور نیاز است که این ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. این متاسفانه کار سخت است و راه حل آنچه که ما پیشتر مطرح کردم در اول، چطور بستر زمین مسائل در افغانستان ایجاد شود. این مهم است. متاسفانه این ظرفیتی که وجود دارد، بستر برای فعالیت های اقتصادی در او کشور وجود ندارد. وضعیتی که در او کشور قرار داره به لحاظ سرمایه گذاری اگر در نظر بگیریم، مثلا یک شرکت خارجی میخواد داخل افغانستان سرمایه گذاری کنه، حالا در رستوران هر بخشی، او می اول ارزیابی میکنه که این کشور آیا از نگاه ریسک کشوری در چه یک موقعیت قرار داره، آیا بستر درست برای فعالیت اقتصادی هست، میتونه از اون سود ببره یا نه. در نتیجه وقتی که مطالعه میکنه، اونا میبینه افغانستان کشوری است که ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و زر منظر بسیار بالاست. در نتیجه هیچ سرمایه گذاری چی نمیکنه، علاقه نمیگیره در افغانستان سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاری داخلی که در داخل افغانستان وجود داره که میخواد سود ببره، زمونجا هم بستر برش وجود نداره که فعالیت کنه. و ما در اول صحبت کردم برای شما، یکی از چالش های بزرگ اقتصاد افغانستان در شرایط فعلی اینمی است که مقررات دست و پاگیر دولتی بیش از حد بزرگ است و خاطر زمینه نمیده که اصلا یک نفر سود کنه. ما مثال ساده بزنم، ما در جریان هستم که یک شرکت صنعتی در کابل برق دولتی داره، فقط مکان خود را از این جای دو یک دو نقطه تغییر داده، حالا میخواین برق خود که برق خودش است، جوازم از دولت گرفته، انتقال بده از این جای به جای دیگر، اونا اجازه نداره. شهرداری جدا میه، هر کدام جدا میه، میگه بیادر اجازه نداره که تو برق انتقال بدی، اصلا ساخت و ساز اجازه نداره. شما خبر دارین که در 3 سال گذشته اصلا در افغانستان امر ساخت و ساز نیست. شما در جریان هستین که مثلا 50% نفوس جامعه که اصلا نصف مصرف داخلی است، تقاضا برای فعالیت های اقتصادی را ایجاد میکنه، ما اصلا نمیمانیم که فعالیت داشته باشیم، نمیمانیم دانشگاه برای دیگه. در نتیجه مشکلی است که ما بستر سرمایه گذاری در او کشور وجود نداره و سرمایه گذاری میتونه یک از مؤلفه های بسیار قوی باشه. مثالی که مثلا امروز شما چین ببینید، چین چطور به اقتصاد دوم جهانی در چند سال، خیلی کم از دهه 90 به حساب رشد چین شد. قبل از اون یعنی شواله آدم در چین فوت میکرد. حالا ما بسترها رو که ایجاد کردن، مقررات درست کرد، ساختار اقتصادی، یعنی مشکل ساختاری یک اصطلاح تکنیکی برش میگه، یعنی مقررات درست جور کو، پالیسی درست جور. وقتی چین آمدن این چیزها رو درست کردن، باعث شدن کم چینی ها فعالیت کنه، هم سرمایه گذارای خارجی وارد چین شد و در نتیجه شما میبینید چین یک کشور دوم دنیا و مؤلفه اصلی رشد اقتصاد از او چی است؟ سرمایه گذاری است و خود دولت سرمایه گذاری میکنه، مردم سرمایه گذاری. در نتیجه اگر شما در نظر بگیرید دنیا، اگر غرب اگر امروز در دنیا در نظر بگیرید رقابت، فقط اقتصاد چین حساب میکنه. خب نتیجه گیری ما است که اگر ما بخوایم در افغانستان فعالیت ها را گسترش بدیم، ما باید زمینه فعالیت سودجویانه فعالین اقتصادی رو باید ایجاد کنیم. یعنی خودت کانادا رو ترک کنی، بفهمی که اگر ما در کانادا کار کنم، ما یک کارمند هستم که هیچ چیزی جور نمیشه بر من. حالا اگر ما در کابل باشیم سود ما بیشتر است. ولی شما بیشتر وقتی نمیبینید ترجیح میدین همونجا در گوشه کانادا باشین و نه یک کارآفرین در کابل. پس به اون خاطر نتیجه گیری ما این است که این صادرات و هر چی که بگیم ربط میگیره با سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی. ما مسیر طور پیش ببریم که اینمی فعالیت ها بیشتر شده بره. میخوایم پرسان بکنم در رابطه با از این که سیاست ها و برنامه های سنجیده شده کلی از طرف دولت، هر دولتی، حالا چی دولت که طالبان فعلا حاکم هست یا هر دولت دیگری در افغانستان،
سیاست های کلی مالی را و اقتصادی را وقتی در دولت، در یک حکومت، در یک دوره میسنجه، اینها باید کدام شاخصه ها را داشته باشد تا ای که زمینه برای رشد اقتصاد را در افغانستان فراهم بسازد؟ خب سیاست های مختلف اهمیت در سیاست های اقتصادی مختلف، از جمله سیاست پولی را که ما در نظر بگیریم. سوال شما بود سیاست پولی رو ما در مسیر برده ایم، سیاست پولی را که ما را از یک کشور صادراتی به یک کشور وارداتی تبدیل کنه. خب اصلا این تو برات بگم که مثلا همین سیاست پولی در افغانستان، هیچ ابزار سیاست پولی رو بانک مرکزی افغانستان آشنا نیست، مثل استفاده از نرخ بهره و ای زمینه ها یا ایجاد بازار سرمایه و ایگابا که بتونه افغانستان رو رشد بده. سیاست از اینا فقط دانم چی هستن؟ عملیات باز برش میگه و نمو دلار خارجی هست و توسط نمو بازی میکنه و افغانستان رو میچلانه، روز چلان است دیگه. خلاصه به خاطر از یک بود اقتصاد اگه ما در نظر این سیاست پولی باشه که مربوط به بانک مرکزی هست، شما یک بانک مرکزی منفعل جز اداره دولت افغانستان آنچه برش بگویه اون امور انجام میده. خلاص دیگه ای که مثلا بتونه مثل بانک مرکزی آمریکا، برای شما بگیم بانک مرکزی آمریکا وقتی که قبل از کرونا 4 تریلیون دلار عرضه کرده بود اقتصاد و کشور. به محض کرونا آمدن و ای به عنوان یک شوک بزرگ میتونست اقتصاد کشور فلج کنه، به خاطر که آدما میترسید از همدیگه فاصله میگرفتن. برای جلوگیری از او تقاضای مصرفی ایجاد کردن. یک دفعه در ظرف یک سال بانک مرکزی امریکا از طریق ابزارهای دیگه سیاست پولی که افغانستان با او آشنا نیست، ما هم خیلی مشکلی که او گوار درک می‌کنیم، تانست عرضه دلار را از 4 تریلیون به 8 تریلیون دلار بالا ببره. حالا یک قسمت تورم امروز ما است و تانست در نتیجه ببین با سیاست پولی تانست اقتصاد امریکا را جلوش بگیره که ورشکست نشه. پول در جیبای مردم قرار دادن، گفتن خرج کنین، آنلاین میخرین، هر رقم مقصد مصرف کنین، سفارش داشته باشین. شما ببینید اقتصاد را جلوی سرد شدنش گرفته شد. و این نه تنها او، اگر ما ببینیم که از بود سیاست مالی هم میرقم، سیاست مالی که کشور است، بخش خزانه داری یا وزارت مالی اینا شروع کردن به مخارج دولتی زیر ساخت بساز، حالا مالیه را کم کو که مردم تشویق شوه بیشتر. اینی چیزا در افغانستان شما میبینید که اصلا کاربرد نداره و مالیه در شما اصلا در شک نمیبرین، مالیه رو زیاد میکنین در زمانی در افغانستان که مردم اصلا علاقه نداره اونجا کار کنن. پس سیاست مالی ما سیاست مالیاتی ما اشتباه است، سیاست پولی که هیچ کار نمیده، دو مسیر میره. با خاطرش این تجربه بشری به اندازه کافی دارن که همزمان چطور سیاست تجاری ما، سیاست پولی ما و سیاست مالیاتی ما همزمان در هماهنگی با هم در راستای حرکت کنه که بستر ایجاد کنه برای فعالیت های بیشتر اقتصادی، بستر ایجاد کنه که در اونجا مردم تشویق شود کار کنه، صادر کننده ها برایش به حساب بسته های مشوق وجود داشته باشه که صادر کنه. حالا مثلا این مجموعه ازی که کار نته، خواست کجا ما میتونیم کار کنیم؟ در نتیجه ما به این نتیجه میرسیم که متاسفانه تجربه بشری هست، سیاست های درست در دنیا هست، از اون سیاست های درست در افغانستان استفاده نمیشه. مثلا همین سیاست پولی که ما میگیم را با چین مقایسه کنین، شما در جریان هستین که دنیا فشار میاره روی چین، میگه بیادر تو عمدن ارزش با یک بازی عمدی ارزش یوان پایین نگاه میکنی، وقتی پایین نگاه میکنی قدرت صادراتی تر بالا میبره و در نتیجه رقابت ما بازار جهانی را از دست میدیم. توی کاری که میکنه یوان رو بگذار ارزش واقعی خود داشته باشه. خب هیچ چی بازی است که ما خلاف چین حرکت میکنیم، ما کوشش میکنیم افتخار میکنیم که افغانی قدرت داشته باشه. سوال بعدی که میخوایم پرسم در مورد از این است که چه معیارهای را بانک جهانی و اقتصاددانان بسیار مشهور، اقتصاددانان خیلی برجسته برای رشد اقتصاد کشورها پیشنهاد میکنه؟ چی پیشنهادهای مشخصی را داره؟ و اگر سرازیر شدن پولهای کمکی معیار باشد، این سوال من دو بخش داره،
چرا اقتصاد افغانستان در 20 سال گذشته رشد نکرده؟ اول پاسخ قسمت اول و بعد پاسخ قسمت دوم رو دوست داریم بشنویم. خب اقتصاددانا و بانک جهانی در واقع یک فرمول جهان شمول نداره که فرمولی داشته باشه که به حساب همه کشورها در قالب فرمول کار کنه، چون ویژگی های اقتصادی هر کشور و بسترهایی که در هر کشور هست متفاوت است. به او خاطر یک فرمول همه جا کار نمیده. به او خاطر برای هر کشور او چی داره؟ سفارش خاص خود داره. مثلا بر رشد اقتصادی افغانستان شما در نظر بگیرید، همین بانک جهانی میگه که 2.7% رشد که شما کردین در افغانستان در نیم سال، که به او به عنوان یک در رسانه ها میبینین خیلی بزرگ نمایی میشه، میگه اینی 2% را که شما ادامه بدین سال 2.7%، شما 20 سال وقت میگیره. 20 سال. بانک جهانی میگه 20 سال دیگر وقت میگیره که ضرر تحول سیاسی که برای اقتصاد افغانستان آمده رو جبران کنه. به او خاطر 2.7% برای اروپا خیلی رشد بزرگه. چرا؟ به خاطر که دوستای ما باید بفهمه یک بحث ریاضیه. رشد اقتصادی رو ما چی کار میکنیم؟ ما این سال اقتصادی ما چقدر بوده، سال گذشته چقدر بوده. صحیح شد؟ مثلا پارسال 1 افغانی اقتصاد داشتیم، این سال 3 افغانی. تفاوتش 2 افغانی است. 2 افغانی رو تقسیم 1 کنین، ضرب 100 کنین، میشه 200%. ببینید مثال ما چقدر معنا داره. بعد ما دول میزنم میگم ما 200% اقتصاد شما رو بزرگ کردم. این 200% اقتصاد از 1 به 3 رساندم. خود به سر سفره شما چی تغییر آمد؟ این اقتصاد سیاسی مثلا. ولی اگر شما رو میگین 2% رشد امریکا کرده، دوستای گرامی، این چی معنا داره؟ این معنا داره که اقتصاد آمریکا پارسال 20 تریلیون دلار بوده، این سال 2.7%، یعنی از 20 تریلیون تولیدش بیشتر شده. اینجاست که شما ببینید که 1 را به 3 رساندن و 20 تریلیون رو به 21 تریلیون رساندن که زمین تا آسمان فرق داره. به او خاطر اینطور فرمول خاصی نداره که ما برای هر کشور بگیم که چیکار کنه. یا مثلا در بعد واردات البته فرمول داره صندوق بین المللی پول، چی میگه؟ کشورهای مصرفی مثل افغانستان که وارداتی است، فرمولش است میگه که ذخایر که دلار داره، یعنی دلار هم قسمت دومی سوال شما میشه، کشوری که با این سیاست پولی میخواد حرکت کنه بسیار آسیب پذیر است. چرا؟ اگر شما نتانین بازی مصنوعی را انداختین در سرای شاهزاده ادامه بدین، برعکس میشه، افغانی ارزش خود از دست میده، شما دیگه وارد هم کردن نمیتونید، تولید که هیچ ندارین، فقر و فلاکت دنیا رو میگیره. بر از او فرمولش چیست؟ میگه کشور وارد کننده باید به خاطر از اینکه آسیب پذیر نباشه 17 ماچی خود داشته باشه، مخارج وارداتی خود داشته باشه. اینا اعداد شما نگاه کنین، خیلی سرصدا هم است که میگه پول ما رو امریکا قفل کردن نمیده. او را شما ببینین 8 میلیارد دلار است. همین لحظه ما برای شما گفتم یک سال واردات افغانستان 8.5 میلیارد است، یعنی یک سال شما که 12 ماه میشه بیشتر از دارید. خب او را اگر قفل شده در آمریکا، پس رژیم فعلی اصلا ذخیره‌ای نداره. پس به اون خاطر شما متوجه هستین که افغانستان خیلی آسیب پذیر متاسفانه و اقتصاددانای تحلیلش هم است که افغانستان باید، اگر رشد اقتصادی میگیم، رشد اقتصادی 20% باید بر افغانستان باشه، به خاطر که 2.7% رشد نفوس سالانه در اونجا، اصلا 2% کافی نیست. به خاطر افغانستان باید دو مسیر بره و در قسمت ذخایر بانک مرکزی که صحبت میکنیم که بتونه همیشه کمک کنه واردات، ما باید کافی ذخیره داشته باشیم و این ذخیره واقعی باشه، نه به کمک های خارجی که اگر در سال بعدی قطع شوه اصلا ادامه پیدا نکنه. تشکر استاد. سوال بعدی که میپرسم برای خود ما جالب است، نمیفهم شاید برای اکثر دوستا جالب باشه. باز هم دو بخش داره. بخش اولش است که این چه رقم نظام اقتصادی هست در افغانستان. پول وقتی در سرای شاهزاده کم میشه، ارزش پول افغانی کم میشه، وقتی زیاد میشه ارزش پول افغانی زیاد میشه. این را میخوایم بفهمم پاسخش را که دلیلش چیست. و سوال دوم من این است که فعلا ارزش پول افغانی خوب است، پول افغانی ارزش خوبی داره، ولی جنس قیمت است.
جنس هیچ تغییراتی نیامده. مثلا یک زمانی مثلا $1 آمریکا برابر بود با 80 افغانی یا مثلا 90 افغانی و قیمت گاز فی کیلو مثلا 65 افغانی بود. حالا که افغانی ارزش پیدا کرده، همچنان نرخ گاز در همون حالتی که هست، در حالت قبلی وجود داره. چرا چنین تغییراتی نمی آید فعلا در قیمت ها، در نرخ اجناس، نرخ مواد اولیه برای مردم؟ ما خدمت شما عرض کنم، شما حتما در جریان هستین که میگه افغانستان در 1 سال اخیر از نگاه قیمت ها را افزایش قیمت ها را تورم میگه. حالا اصطلاح علمیشه. یعنی که تورم که میگیم اول باید بر ما واضح باشه، یعنی که همزمان همه کالاها و خدمات که داریم همزمان یا قیمت زی بالا بره یا همزمان پایین بیاد، این میگه تورم. این که مثلا فکر کو یک جای یک پول میده میشه و یک چند روز در اونجا به حساب کالای خاصی از این قریه به قریه نمیرسه، در نتیجه اون لباس خاص قیمتش بالا میره، او تورم نمیگه. تورم است که همزمان قیمت ها بالا بره. این یک ساده بحثی. اصلا افغانستان به خاطر سیاست پولی، بس به خاطر می کمک هایی که صورت گرفته، البته کمک ها نقش پررنگ اصلی خود داره و این مثلا حواله که شما برای فامیل خود میکنین اونها هم نقش داره. این به حساب مواد مخدری که در کشور تولید میشه او هم دلار است. متوجه هستین؟ این قدر به صورت بیرویه که به حساب موادین افغانستان استخراج میکنه، اینا کلا سورس دلار است بر افغانستان که کمک میکنه بانک مرکزی رو. مجموعاً باید بدانیم همه اینا رو. اقتصاد سیاه هم جز از این مسئله. خب همه دست به دست هم داده قیمت را که شما صحبت میکنید، قیمت جنس را اصلا منفی ساخته افغانستان. اصلا مشکلش اینجاست که قیمت ها منفی شده، یعنی که نسبت به چند سال خیلی پایین آمده. حالا یک عاملش نیست که پول پر قدرت است تو رو کمک کرده، عامل دیگه چیست که رکودی که در کشور به وجود آمده، مردم بیکار است، قدرت خرید نداره. وقتی شما قدرت خرید دست شما در جیب شما نداره، اصلا شما که تقاضا ایجاد نمیکنین، در نتیجه باز قیمت تقاضا که ایجاد نشد، دکاندار باز پایین میکنه. این یک خطری است که شاید این تورم منفی باعث شود اگر ادامه پیدا کنه اقتصاد افغانستان کاملا فلج شود، به خاطر که ما نمیخریم چیز و کالا در دست چی بمونه؟ دکاندار بمونه. اصلا ما باید بفهمیم که تعادل اقتصاد فعلا در چی است؟ در بعد منفی است. حالا اگر ما بخیر منفی تر بسازیم، یک دلیل بسیار بزرگ داره. دلیلی که ما سوال شما رو جواب بدیم که فعالین اقتصادی خصوصا دکاندارا، کسایی که وارد کننده هستن، اونا با دلار وارد میکنن. اینا عاقل هستن، اینا میدانه که مثلا من جنسی که امروز خریدم به $100 آوردم تبدیل کردم به افغانی فروختم در کابل. امیدوارم ما ساده مثلا توضیح داده بتونم. با اینجا فردا اگر ما مثلا این ارزان بفروشیم امروز، فردا ما اعتماد ندارم روی امی بانک مرکزی که بتونه این ارزش پولی ما را حفظ کنه، ارزش چی را میفهم، ارزش ارز را حفظ کنه، یعنی افغانی را در جایش نگاه کنه. پس فردا ما پول ما ببین، دلار رفتم از پاکستان کالا وارد کردم، سودا کردم در کابل فروختم جنسی مرا که به دلار وارد کرده بودم به افغانی، در نتیجه ما افغانی دارم. حالا یک دفعه نرخ ارز میپره، مثل اون دوره که مثلا 108 افغانی میشه، پنون ما ضرر کردم دیگه، ما نمیتونم دیگه، ما چیزی که دارم. با او خاطر یکی از چسبیندگی ها همین هستن، ای که مردم شکایت میکنه که دلار قدرتمند میشه ولی دکان ها نمیفروشه. یک دلیل چسبیندگی است که دکاندار عاقل از طرف ارز اقتصاد، کل از اونا امیال در ضرر است به خاطر از اینکه قیمت ها منفی شده. اونا بیش از این ریسک نمیتونه که چنین ریسک قبول کنه. ما برای شما خیلی جالب است که برای دوستا یک مثال بزنم. من 2 سال پیش قزاقستان آمدم، در یک میمانخانه بودیم مشترک با 2 صنعتگر ایرانی. این دو تا همین صحبت میگه خیلی از روی اقتصاد ایران و افغانستان صحبت کنیم. یک دفعه 2 صنعتگر اینطور صدا میکرد، چیخ میزد، میگه تو بدبخت شدیم آقا، بدبخت شدیم. ما ایران ماندم که چی است؟ گفتم چرا؟ یه دو تا قصه گفت که ما تومان ارزش خود از دست داد. یک دفعه شما خبر دارین که ارزش تومان به خاطر تحریم گوا یک دفعه است.
یعنی یک لحظه ما با او صحبت کردم، بحث تورم این سوال شما را اینقدر عمق ما از دو سندگر فهمیدیم که نه در تکست بوک اقتصاد پیدا کردم نه در دانشگاه. اینمی کالایی که مثلا من سند دارم دیگه بخار گوا تولید میگه ما اینا رو وارد میکردم از دیگه کشور در اینجا، ما قرار بود از او سود کنم چون عاید ما تومان است و باید ببینید دلار میخرم با تومان مفروشیم و تومان باید ثبات خود حفظ کنه. حالا تومان که عاید ماست که ارزش خود از دست بده که ما دور بعدی نمیتونم بخرم. به او خاطر کابل یاد شما هست و دوستایی که اینجاست، زمانی که می کار شد در کابل افغانی ارزش خود از دست داد، یک دفعه مردم گم شد، جنس از روی بازار گم شد، به خاطر که مردم اونمو جنس به دلار خرید. کشور وارداتی بدبختیش اینجاست، به دلار خریده بود، وقتی مردم حمله میکرد که بخره و دیگه او کلش بردن زیر زمین و دیگه که ضرر بیشتر نکنه. پس این بحث روانشناسی مسئله هستن، بحث چسبندگی مسئله هستن. یعنی رفتار خود اینو مصرف کننده و تولید کننده است که این رقم یک حالت میشه که هرچی افغانی هم قدرتمند میشه ولی مردم باور به افغانی نداره و کاری را که برای یک سیاست پولی خیلی دشوار میکنه اینمی است. برای سیاست گذار چالش طالب اینمی است که مردم باور نمیکنه سر از او، هر قدر او پم کنه عرضه را مردم باز میفهمه که ما اگر پسنداز ما به افغانی باشه این چیز این دارایی به ارزش است. خود این مردم اصلا تقاضای احتیاطیش طوری میره که میگه نه ما باید دلار داشته باشیم به خاطر که دلار ما را حفظ میتونه نه افغانی. پس اینی همه چیزایی که ما صحبت کردیم باعث میشه که چی شوه، باعث میشه که مردم رفتار عجیبی کنه که کلگی گیج کننده باشه برش. حال میریم به طرف چشماندازهای اقتصاد افغانستان. یکی از چشماندازهای اقتصاد افغانستان باید ای باشد اقتصاددانهای خیلی خوب باید در دامن کشور باید تربیت شود تا ای که اقتصاد افغانستان را در آینده های افغانستان باید مدیریت بکنه. من میخوایم پرسان بکنم روی همین اساس که سواد اقتصادی برای هر آدم بدون اینکه اقتصاددان باشه، بدون اینکه اقتصاد خوانده باشه، چقدر مهمه و برای رشد سواد اقتصادی باید آدم ها چی کار باید بکنن؟ بسیار سوال عالی است. من خیلی علاقه دارم که تنها به اقتصاد نشوه، یعنی بحث دانش اقتصادی که بار صحبت کنیم. از نظر من داشتن سواد اقتصادی یا از او کم پایین تر بگیم داشتن سواد مالی ضرورتر از غذای چاشت برای هر فرد، اینقدر ضروری است. و متاسفانه در افغانستان یعنی کاریکولم درسی ما چی در مکتب چی در دانشگاه اینقدر عقب مانده هستند که اصلا به این سواد چی نمیشیم ارتباط نمیگیریم. شما در پرسونال فایننس یا بحث مالی شخصی یا سواد مالی یک بحثای بسیار کلانی است که در دیگه کشورها بسیار از صنف 5 شروع میشه، از صنف 3 شروع میشه. ما در یک کنفرانس در هند رفته بودم، روی از این موضوع بحث میشد، برای ما خیلی جالب بود. میگفتن که ما در کالج در صنف 8 صنف 9 بچه‌ها را سرمایه گذاری پسنداز همه چی رو درس میدیم، چی از کجا پول بگیریم، ارزش زمانی پول چی است، یعنی کل موضوعات اقتصادی را در مکتب ما تا جای تدریس میکنیم که اکثر از بچه‌ها صنف 10 متمایل میشه، میگه ما دیگه تحصیل نمیکنیم چون هدف ما کاروبار اقتصادی است. میره به حساب شروع میکنه با کاروبار. ببینین کیفیتی که دانش اقتصادی رو ما در سن خرد ترویج میکنیم باعث میشه که یک فرد در سن خیلی کوچک مسائل اقتصادی رو بفهمه و با یک فعال اقتصادی تبدیل شود. و نقدم روی ازی بود که ما نباید دو حد به حساب دانش اقتصادی رو در سنین کوچک تشویق کنیم که همه دنبال چه فعالیت های اقتصادی سن کوچک بره، بلکه ما باید یک تعداد بگذاریم که همطور صبور باشه و بره اون مسیر دور و دراز تحصیلات عالی را تا پیش دی هم بپیمایه تا اینکه او کارآفرین شود. توجه هستین؟ بحث اینجاست. خب همه کو دکترا نمیتونه داشته باشه، همه کارآفرین نمیشه. ولی در افغانستان شما متاسفانه خب همه ما دیدیم دیگه، در صنف ریاضی صنف 8 یک دو بحث میراث و اون را بحث فیصد و گبار مطرح میکنه. متاسفانه اصلا جایگاه سواد مالی در مکتب در افغانستان اصلا وجود نداره و این اصلا بحرانه.
ما باید تلاش کنیم که اما تو گفتیم مثل غذای چاشت بر ما ضرور است برای شما، چرا که هر کدام ما فعال اقتصادی هستیم. امکان نداره شما صبح بخیزی مثلا اول کتاب خود باز کنی مگر اینکه تو چای خود آماده نکنی. پس متوجه هستی از کتاب که اول شما غذای صبح را برای خود اهمیت میدید. به او خاطر یک بحث نیست که کلا فقط اقتصاددان باشه یا اقتصاد تحلیل کنه. یک آدم ساده باید بفهمه که من چطور دو جمع دو چطور چهار میشه، چیکار کنم، چقدر پس انداز کنم، چقدر زیر سرمایه گذاری کنم، اگه سرمایه گذاری کنم از کجا پول به دست بیارم. این مفاهیم ابتدایی رو باید بفهمم. وای نمیتونم در سطح دانشگاه من که اقتصاد خوانده هستم، در سطح دانشگاه متاسفانه در دانشگاه دولتی اصلا چپترهای دوران رژیم کمونیستا که در افغانستان بودن که اصلا نیمه گب نیمه چی رو میزن، اصلا مکانیزم بازار و گبار نمیفهمه استادش. اونم گبی باید ایت باشه، باید دوتا باشه، باید نیمه گبای باید است و بحث عملی شما چیکار کنین رو یاد نمیده. حتی در مقطع ماستری ما خیلی در داخل افغانستان ضعف داریم. به خاطر متاسفانه از این بود افغانستان میلنگه و این سوال شما برای ما همینقدر اهمیت داشتن که همون بحث‌های کلان اقتصادی افغانستان. چرا که ما اگر این ظرفیت ایجاد کنیم مردم در سینای کوچک کارآفرین شود، این کارآفرینی است که رفاه میاره. و رسانه ها هم در قسمت متاسفانه خیلی ضعیفه. متوجه رسانه های افغانستان شما مثلا به عنوان نمونه برین امی کنفرانس خبری کی را رئیس بانک مرکزی کانادا را مثلا به نظر بگیرید که شما اونجا هستین، ببین رسانه هایی که در اونجا میره چنان سوال های سخت تکنیکی مطرح میکنه که اصلا رئیس بانک مرکزی ایران میمونه که ما این ژورنالیست چطور خبر کنیم، چطور جواب بدیم. ولی ژورنالیستی که در رسانه افغانستان اصلا دانش نداره، فقط یک از این مثلا یک سوالش از این قسمت است باز میپره در شاخه دیگه میپره به شده و 80% مسائل سیاسی میکنه، بحث سیاسی رو میبره که در نتیجه همو اقتصاد گم میشه از گفتگو. پس تحلیلگر ما سیاسی بحث میکنه، بحث اقتصادی نداره. استاد دانشگاه ما عمو که اقتصاددان هستن و بحث سیاسی میکنن مال در رسانه ها، در یوتیوب، در هر جای. پس این برمیگرده به اینمی سوال شما که بستر ای که ما دانش اقتصادی رو به عنوان دانش چقدر بفهمیم، دانش مالی رو چقدر بفهمیم، اینمی خیلی ضعیف است و خیلی اهمیت داره که تقویت شود. میخوایم پرسان بکنم که چقدر امکانش وجود داره که مثلا مضمون اقتصاد از دوره مکتب مثلا برش نصاب آموزشی ساخته شود، دانشگاه ها هم رقم شما یاد کردین کیفیتش پایین هست و اینا تغییر بکنه و مهمتر از همه این که میخوایم پرسان بکنم که نقش همین دانشگاه هایی که جدیداً در افغانستان خیلی تأسیس شده، خیلی زیاد در 20 سال اخیر و اکثرا رشته های اقتصاد را تدریس میکردن، اینها چقدر در رشد سواد اقتصادی نقش داشتن و بیشتر اگر پاسختان رو متمرکز بسازین به آموزش اقتصاد در مکتب و دانشگاه چقدر برجسته میدانین امیره؟ خب اول شما سوال مطرح کردین چقدر امکان داره این مسئله. اصلا یک چیزی بمبیتوم نیست که غیر ممکن باشه برای افغانستان جور کردنش. این تجربه بشری نشان میده در این کشورهای همسایه ما و شما در مکتب اقتصاد یا مضمون اقتصادی، مضمون مالی، مضمون حسابداری در مکتب تدریس میشه. در همین ایران، در همین کشورهای همسایه هند بر شما مثال زدم و این بسیار کار سخت نیست و مهم است که اینمی اهمیت زمین فهمانده نشده. کسی که در وزارت معارف بوده اینمی درک نکرده که در این خیلی اهمیت داره اینمی. بس به او خاطر این خیلی مهم است و خیلی هم ساده. فقط سواد مالی به اندازه کافی کاریکولمای بسیار معتبر عمل مثلا با یک تحقیق کنید شما پیدا میتونید و این باید شروع شود. و اگر در دولت نمیشه، ما پیشنهادم است که مکاتب خصوصی باید دنبال ازی بره، شروع کنه یک چیز متفاوت تر برای شاگردها یاد بده. اینی عملی هستن اصلا جزی کاریکولر مثلا اکسترا کاریکولر اکتیویتی مکاتب دانشگاه سواد مالی باشه. اما فقط مضمونی که کاریکولم است در پالوی ازو هیچ کاریکولم های دیگه داشته باشه، این کاملا امکان داره، هیچ مشکل نداره. مکتب میتونه ابتکار کنه، یک مکتبی که خودش میتونه ابتکار کنه می کار کنه خیلی متفاوت است و مطمئنم خیلی گولم میکنه و مطمئنم همون مکتب به شهرت میرسه.
دانشگاه هم است. خو اینی را اول در سطح مکتب، یعنی که میتونه یک مکتب ابتکار انجام بده و وزارت معارف باید کار کنه و این در توانش هست. خیلی هم ساده. دیگه حالا اگه سطح دانشگاه ها بگیم، بله دانشگاه ها تا چند سال خیلی تدریس کردن، اثرگذاری بسیار زیاد داشتن. ما دو تیپ دانش اقتصادی در افغانستان تدریس شدن، البته در سکتور خصوصی. من تجربه هر دوش دارم. من تحصیل کرده دانشگاه کاتبیم در مقطع ماستری و معاون مالیش بودم در اونجا، و من دانشگاه کابل درس خواندم لیسانس ما. یعنی آشناییم با این گپ که در دولت چی تدریس میشه و در خصوصی چی. در دانشگاه کابل متاسفانه حالا که بیخی بحران پیدا کرده، اخیرا نسبتا خوبتر شدن به خاطر که رقابت به بخش خصوصی شروع کردن. اصلا علم اقتصاد ایجاد نمیتونست اونجا یک قوم بازی بدن که مثلا از صنف اول بچه خاله خود نمره میدادن، وقتی که فارغ میشد اتومات پروفسور بود دیگه. نه تجربه نه دانش. به خاطر از دانشگاه دولتی نمیشه خیلی انتظار داشت که دانش اقتصادی رو بالا ببره و پروفسورایی که اونجا هستن واقعا دانش ندارن. خصوصی دو تیپ خصوصی داره ما دوستای گرامی. یک تیپ با شیوه انگلیسی که این دانشگاه ها بیشتر تحصیل کرده های پاکستان نقش داره و هند، اینا به زبان انگلیسی آمدن دانشگاه ساختن. مثلا مثال بزنم، مثالش کاردان. و تیپ دیگه تحصیل کرده های ایرانی بودن که از ایران آمدن تأسیس کردن دانشگاه، نمونهش دانشگاه کاتب. این دو تا خیلی متفاوت بودن. حالا مشکل است که زبان فارسی آمدن در دانشگاه کاتب و زبان انگلیسی رفتن در کاردان و در مثال برس بزنیم در بخش خصوصی. این باعث شدن که هر کدامش هم خوبی داشته باشه، هم نقص داشته باشه. تحصیل کرده های ایرانی دانش علمی اقتصادی بسیار بالا داشتن و مثلا اقتصاد را تدریسش بسیار با کیفیت بالا، همون اقتصاد بسیار به سویه بسیار جهانی تو بگیم با مساوی اروپا تدریس میکردن. این واقعیت هم است. اما از اونجا که اونا نه مثلا زبان انگلیسی یاد داشتن و نه با ساختاری که در افغانستان آمد، آمریکایی آمدن، اینا آمدن، متاسفانه در این قسمتی که ضمن دانش مهارت عملی رو بتونه به دانشجو انتقال کنه که دانش خود ببره عملیاتی کنه، سریع در بازار رقابتی باشه با دیگه دانشجو، اینی کار نتونست. یک دغدغه بزرگ ما همی بود با این دو دانشگاه هایی که اقتصاد و خصوصا اداره تجارت را به زبان فارسی درس میدن. ما میتونیم این تو سرچپه میرویه دارن، هر قدر که خوب درس بده او با کنتکست جهانی رفتن نمیتونه دانشجو. متاسفانه این خیلی خوب نشد و در نتیجه اینجا خوب شد. ولی او دانشگاه های دیگه که درس دادن اونا بسیار سوری و سطحی رفتن. مثلا بازاریابی رو یاد بدی و علمی کار که از با سلایدها یک از این طرف یک چیز تشریح کو. حالا محصل شدن چالاکتر، مارکتر خوب، تواناتر، ای که قدرت ارتباطات ایجاد کنه، ایمیل نوشته بتونه، این مهارت اندک حسابداری، اما دانش اقتصادی ضعیف. توجه دو قسم دانشجو ما تربیت کردیم در اقتصاد در افغانستان در سکتور خصوصی. دیگه حالا متاسفانه حالا امور روندم اگر پیش میرفت واقعا خیلی رشد میکردیم در هر حالتش. چرا؟ که با مرور زمان ما متوجه بودیم که جامعه و دانشجو به یک خودآگاهی بسیار قوی رسیدن. مثلا ما مثال بزنم برای شما از کاتب. اول دو رشته بودن در اونجا، یکی رشته اقتصاد، یکی رشته اداره تجارت. حالا اداره تجارت به انگلیسی تدریس میشه. در اول مردم افغانستان طرفدار گبای کلان سیاست و گبای یاد بگیره دو علاقه داشتن. محصلین بیشتر اقتصاد انتخاب میکردن، رشته کمتر دی رشته دیگه میرفتن. با مرور زمان اینا متوجه شدن که نه، این بازار از ما چی میخواد؟ مهارت تکنیکی میخواد. متوجه؟ به او خاطر گرایش خود دانشجو بدون از اینکه دانشگاه بتونه اونا را مسیر بده برش، خودشان طرف چی شد؟ طرف رفتن اداره تجارت. به خاطر که دانشجو فهمیدن که ما به یک بچه فقیر یا یک دختر فقیر هستم. ما وقتی که تحصیل میکنم در قدم اول فامیلم از ما انتظار داره که ما اول باید به نان برسم. وقتی به نان رسید مایسته میتونم به نام و به شهرت و به سیاست هم برسم. متوجه؟ اونا مسیر خود تعدیل. مثلا به عوض سیاست های اقتصادی آمدن حسابداری یاد گرفتن. به خاطر چی؟ حسابداری میتونه تو اگر یاد بگیری با یک کمی کامپیوتر با میتونه راحت وارد
بازار کار زودتر شوی، قدرت رقابتی بیشتر داشته باشی در رقابت. پس ما هدفی می بود که جامعه با یک یعنی اثر 20 سال نیت شدن که در نتیجه شما کمتر مثلا محصل پیدا میکردیم که بره فلسفه بخونه، متوجه، در حالی که فلسفه و علوم سیاسی در دوران تقریبا 20 سال پیش که ما وارد دانشگاه شدیم، در دوران شروع کرزی، خواب و خیال هر آدم بودن، چرا فضای سیاسی بود. ولی بعد 20 سال مردم ها به این نتیجه رسیدن که ما اگر با یک بچه فقیر اگر سیاست بخوانه به نان نمیرسه. بدر سیاست پشتوانه پولی کار داره. با خود اونا خود عقلایی رفتن، مثلا درست مثلا دقیق رفتن فکر کرد گرافیک دیزاینینگ یاد گرفتن دیگه. خب متاسفانه این تحول سیاسی که آمدن، تحول سیاسی اقتصاد را از ریشه از بین برد، انگیزه تحصیل گوار خیلی پایین آورد. اما فکر کنم حال همون مسیر انقطاع پیدا کرده و دانش اقتصاد هم مثل دیگه دانش خیلی تضعیف شده در افغانستان. از جمع مخاطبان بانو آرزو یحیی درخواست مایک کردن، درخواست مایکشان پذیرفته شده. بانو یحیی بفرمایید، وقت برنامه هم کم مانده است، سوالتان را اگر دارین، صحبتی دارین، خیلی کوتاه بفرمایید. سلام و خسته نباشید. بعد اول که فکر کنم که اگر اسپیس میبانم بانو هست ببخشین، به خاطر که یک سلسله موضوعات هست. من یحیی هستم. مقصد خدمت آقای استاد شفایی و استادانی که پروگرام را برنامه‌ریزی کردن و اسپیس گرفتن سلام و عرض ادب میکنم، چون مهمانای محترم را تقدیم احترام دارم. خب من یک سوال خیلی یک بخش کوچیک از سخن آقای شفایی را شنیدم و اینقدر عملی و پرکتیک گپ میزنه که واقعا قابل قدر است و برای ما خیلی دلچسب است. و فقط سوالی در بخش دانش مالی، طبق تجربه هایی که در عموم هر فرد داره شاید متفاوت باشد، اما نظر من عمومی نیست، سوال هم شاید عمومی نباشد. فقط یک بخش علم مالی در خانواده هم ضعیف. اکثر دوستایی که ما تجربه که ما در کشورهای دیگه میگیریم، بیشتر علم مالی را از خانواده هم شروع میکنه. مثلا شما فکر کنید که خانواده‌ای که در مناطق دوردست است شاید نتونه توانایی علم و دانش داشته باشه که برای فرزندان خود تقریبا بفهمونه که چین یک نوع مدیریت وجود داره، چین یک کاری هست، چین یک پولی داره، کجا هزینه میشود. اما اگر بیایم در دانشگاه ها، من یک سوال دیگر هم دارم که آقای شفایی شما تجربهشون در بخش دانشگاه خصوصی زیاد است. من دانشگاه خصوصی رو بیشتر در یک شرایط خاصی فساد و بحران میبینم، تا که مثلا یک مقدار مهارت ایجاد کرد، فرصت آمد، خیلی خوب شد برای دوستایی که واقعا در سیستم تبعیض انتخاب رشته در تحصیلات عالی برمیخوردن، آمد یک راه الटरनेटिव باز کرد که بتونه دوستان ادامه تحصیل بده. اما اگر در مجموع ببینیم، بیشتر دانشگاه خصوصی روی فوکس روی عاید بود تا روی انتقال مهارت بین‌المللی که بتونه اون مهارت برای یک فارغ دانشکده اقتصاد یا رشته محاسبات در بازار کار بهش نانآور باشد یا یک جایگاه دقیق تعیین کنه. برداشت میگه که دانشگاه خصوصی متاسفانه با هدف نیک، اما با عملی با پرکتیس بسیار خطرناک تشنه مالی و تشنه پولی بودن که من با یک از دانشگاه نامش نمیگیرم، در بخش مالیش فساد بود. بر ما گفتن بیاین بخش عادتش رو پیش ببرید. وقتی من رفتم، کسی که رئیس امور مالیش بود خودش یک فیلسوف بود و جناب فیلسوف 1 ساعت وقت داد تا ما بریم پیش ببینیم. مدیر مالیش ما برد، من گفتم آقا جان تو مشکل اساس داره، از کجا پول گم میشه، از کجا پول هم مفقود شده، من میتونم ولی این کوتاه مدت نیست، طویل مدت. ولی به خودش نیامد. بعدها خبر شدم که از پاکستان کمک گرفتن، اما در پاکستان که اومده بالاتر از 2 میلیون را اضافه پیدا کنن تا که گم شده باشه، در حالی که 2 میلیون گم بود. من رفته بودم. در مجموع هدف می بود که آیا واقعا شما خودتان مطمئنین که دانشگاه خصوصی در افغانستان به حالت فعلی هم میتونه از این بهتر عمل کنه یا فعلا هم عمل کرده فعلیش درست است؟ سپاسگزارم یحیی جان از اینکه تشریف آوردین و سوال مطرح کردین. ما در قسمت دانش مالی یک تجربه در مرحله بعدی مطرح میکنم. یک تجربه در هرات دارم. اول سوال شما رو جواب بدم. خب ببینید، هر پدیده، من خودم شخصا اعتقاد دارم به عنوان یک اقتصاد خوانده، هر پدیده جدید مملو است از مشکلات، ولی در کوتاه مدت مشکلات داره و بعد از زمان که وقتی بگذره به خوبی خود میرسه. این کار نمیکنم.
دانشگاه خصوصی من زیاد بودم، دقیقاً محصل خیالی به اندازه کافی وجود داشته. مثلا نفر پول داده رفته درس خوانده و مدرک گرفته، برای مدرک این چیزا رو ما انکار شده نمیتونیم. اما این ناکارآمدی که داشته در چند نهاد و دقیق سوال دیگه شما ای که در دانشگاه خصوصی فیلسوف معاون مالی اداری بوده یا مثلا تصمیم گیری مالی بوده، اینا همون ضعفایی هستن که نشان میده که او ایدئایی که سکتور خصوصی داره و به اون سویه نیست. ولی ما خودم باز خیلی خوشبینیم. چرا؟ امو رقم میگم که ما وقتی که فضا را بستر رقابتی میکنیم ایجاد میکنیم، در نتیجه بعد از مدت رقابت به سمت میره که خوبا باید بمانه و چی بدا باید بره. این غربالگری اقتصاد است. اقتصاد کلان بحثی که ما میکنیم اینجاست. من سخت به غربالگری اعتقاد دارم. با گذشت زمان شما بستر بدین، ولو فساد است، ولو این نهادهای ناکارآمد است، خیلی خوب است، بگذار بیای و کار کنه و خود به چی با آزمون بگذاره. غربالگرایی اقتصاد طوری میکنه که دیگه توان بر زنا نمیمانه. او که فیلسوف میفهمه بعد از یک مدت که او بیا یک متخصص مالی رو بگرده اینجا فیلسوف ببر که تدریس فلسفه کنه. خو نمیفهمه، مثلا ترازنامه نمیفهمه، صورت حساب مالی رو جور کرده نمیتونه. اینو و او خاطر ما در این طرف اگر یک مثال بزنیم که حساب چند دانشگاه چینین بوده همایت بوده، این به نظر من ما رو بیراه میبره. خواه من شخصا اعتقادی به که سکتور خصوصی مسیرش خیلی قوی شدن. رقابت ها در حد رفتن که دانشگاه کابل از خواب بیدار شدن. چرا که مقالات علمی در خصوصی نوشته شد، سمینارهای بزرگ در خصوصی گرفته شد، البته یکی دو تای بزرگ خوبتر، و یک شوک مثبت در حلقه کل تحصیلات عالیه ایجاد کردن و در نتیجه دانشجو و مردم تصمیم گیر خودش فهمیدن که ما باید کجا درس بخونم. همه جایی که مفت مدرک نمیده باید درس بخونم جایی که میخونم. و او خاطر مسیر درست شده بودن. یعنی ما از آمریکا و شما در امریکا زندگی می‌کنید، شما در تاریخ بحران‌های اقتصادی مالی آمریکا رو بخوانین، هزارها بانک ناکارآمد ورشکست شده. پارسال در این شرایط سخت شما می‌بینید چندین بانک آمریکایی ورشکست شدن و بدون از اینکه سیاستگزارای آمریکایی تقصیرش باشه میگه معتقد به است که این غربالگری‌های اقتصاد است، ناکارآمدا باید بره، باید اونایی که توان داره اونا باید باشه. در نتیجه شما می‌بینید MIT اگر خصوصی، هر دانشگاه خصوصی که در اونجا است، او با خصوصی افغانستان فرق میکنه و درست میره. به او خاطر زمان خودش تثبیت میکنه و ما خیلی خوشبین بودم که سکتور خصوصی افغانستان خیلی پیش میرد. من خودم مثلا تدریس هم کردم. شما باور میکنین ما یک مضمون به نام تجارت بین الملل درس میدادم، یا اینترنشنال بیزنس. روزی یک دانشجوی ما سمینار داد روی تمام فعالیت های ایلان ماسک و به انگلیسی لکچر داد. ما در گوشه صنف ششتم چنان هدفمند یادم، چنان لوکس آمدن ازم، تمام تخیل پردازی های زدم تا تمام شرکت ها و حتی استراتژی مطرح کردن. من خودم ایران ماندم. آخرش گفتم که دوستای گرامی برای شما بگم که صنف شما از سویه هند بالاست، شما در کابل درس میکنید. یه واقعیتی حالا مبالغه نیست، ما چشم دید خود نیست. ما اعتقاد اینی بود، همیشه فکر میکردم یک وزارت تحصیلات عالی مداخله میکنه که تو چرا دانشجوی خیالی داری و چطوری ترسه توی مقررات تو کیفیت خوب آور. اصلا این خطرناکه. ما در اول گفتم مقررات خطرناکه. شما بگذارین مکتبای خصوصی که کار میکنه و خود به خود راهش خود تو تشخیص میده، مردم میفهم و مرور زمان ما یک دانه میشه. مکتب دیگه زور با او رقابت میکنه، دو دانه میشه. مکتب دیگه با کیفیت با او رقابت میکنه، سه دانه میشه. در نتیجه ببین خوبا خود تبارز میده. حالا اشکال وجود داره. خب بی بود یک قسمتی که ما خودیم بودم و تا پارسال برداشتی بسیار باقی رسید. آخرش ما میخوایم دانش مالی اهمیتش که ربط بگیره. شما چون اشاره کردین از خانواده ها، ما وقت شما رو بیشتر نگیرم. ما مضمون اتفاقا در هرات همین خانمایی که فرار از منزل داشتن، در اونجا که خانه امن بود برای خانما، یک پروژه بود. این پروژه گفتن که برین همون خانمایی که در اونجا هستن اینا را سواد مالی یاد بدین تا تقویت اقتصادی شود. یا یادم اومد که شما بس فامیل مطرح کردین، ما در اونجا بخی ایران ماندم چون ما ترینر بودم خیلی جایا.
من رفتم در اونجا تدریس کردم، حتی کلاس را به دو دسته تقسیم کرده بودم، سواددار، بی سواد به رسامی درس میدادم. خودشان میاد میگفت من این خروس تخم مرغ اینا رسم کرده بود، میگفتن من این مفروشم. یک از کارهایی که ما روی مثلا بحث پسنداز، اهمیت پسنداز کرده بودیم و چطور پسنداز و چطور سرمایه گذاری میشه، پسنداز به سرمایه گذاری تبدیل کنی. یکی از امو خانما که پیسه داشته بود قرضه داده بود پولای خود هر کس را. این کمی بحث شنید، صبح رفته بود همون پیسه که داشته بود، اون پیسه که به خاطر که باز دیگه از ما قرضه نگیره، چون خبر دیگه که ما پول دارم، او را از راه خود آمده بود انگشتر طلا خریده بود، بعد شروع کرده بود به جمع آوری قرض خود از دیگران. من صبح آمدم، من همین تصادفی پرسان کردم که درس شما چطور بود، کی عملی کرد؟ دست خود بالا کرد گفت من می کار کردم. تو باور میکنیم ما در مقطعهای بلندی که مثلا کارمندای بانک‌ها را درس میدادم، از درس من او قدر اثرپذیری نبود که اونمو یاد گرفت. و اتفاقا یک سال بعد یک همون مجموعه پروژه ها چی میشد، ایمپکت اسسمنت میشد. ما باز اونجا رفتم در هرات، اتفاقا همون کلاس سواد مالی رو ما از یاد گرفتم. اونمو خانم 50,000 افغانی شاید نداشته باشد، پسنداش به او حد رسیده بود. ما به تعجب میکردم که چطور میتونه یک کلاس اینقدر اثر داشته باشه که اگر امی گوی یحیی جان ما اگر امی گفتمان ما وارد خانواده ها کنیم ببینید در کجا میرسه. این یک تجربه عملی خودم است که ما دارم. فقط 10 دقیقه دیگر وقت ما مانده. آقای ضیای کبیر هم سوال داره. آقای کبیر سوال خود را خیلی کوتاه بفرمایین، بعد به جنبندی ها و صحبت های آخر استاد شفایی میریم. سلام و وقت بخیر خدمت همه. و این جانب محمد ضیا کبیر هستم، یکی از دانشجویان اقتصاد. استاد من در کل خودم طوری که معلوم است دانشجو هستم و در قسمت پژوهش هایی که در کلاس داریم در راجع به اقتصاد افغانستان و اینا، من کلا به یک مشکل بزرگ اولا در باره اقتصاد افغانستان برمیخوریم که ما اصلا به داده های افغانستان یا امو دیتاهای اقتصادی افغانستان دسترسی نداریم، یا اگر هستم خیلی کم است، مثلا در حدود 5 سال یا 6 سال است. و دوما یک سوال اصلی من این است که یک منبع یک سایت یا حالا هر جای یک آدرس مشخص برای داده های اقتصادی افغانستان آیا وجود داره یا نه؟ اولا خب ما بانک جهانی هست که اونجا اصلا از افغانستان داده هایش خیلی کم است. و سوال من است که ما استاد خصوصا از استاد که داده های اقتصادی افغانستان آیا کدام آدرس مشخصی است که ما بریم اونجا از اونجا بگیریم؟ یک. و دوما ما این سمستر جاری که فعلا درس داشتیم، درس به نام اقتصاد توسعه داشتیم. خب ما پروژه داشتیم راجع به شاخص‌های توسعه اقتصادی افغانستان و استراتژی های توسعه افغانستان. خب استاد من سوال اصلی من این است که چه استراتژی میتواند افغانستان به سمت توسعه پایدار یا حداقل توسعه سوق بدهد؟ و دوما سوال سومی این است که چالش های اصلی و بزرگی که پیش روی توسعه افغانستان هست چی است؟ ممنون جناب ضیا کبیر. خیلی عالی که شما مسائل مطرح کردین. داده ها در افغانستان واقعا یک چالش بزرگه برای پژوهشگرا. بانک جهانی و صندوق پول یکی از سورس های خیلی معتبر است. شما آخرین گزارشی که من برای شما در اولم به نظر اشاره کردم را بخوانید، تاریخ 20 چند شده، 45 صفحه، بسیار آمار خوبی مثلا حداقل در دوره طالبا برای شما داده در هر بود اقتصاد. خب ما تکنیکی صحبت کنیم. یکی از دلیلی که شما نمیتونید تحقیق روی اقتصاد افغانستان کنیم مگر شکست ساختاری، یعنی وقتی داده ها به صورت منظم وجود نداشته باشه، شما تحقیق از این بریدگیایی که در اینجا وجود داره تحقیق انجام میدین، حالا نتیجه تحقیق شما بر اساس این ارقام چی است اعتبار نداره متاسفانه. خب یک مشکل بزرگ افغانستان، چالش بزرگ افغانستان، اقتصاد افغانستان همی است که منابع انسانی در اول مسابقات وجود نداره که بتونه خلق کنه، تولید محتوا کنه، تولید داده کنه. متاسفانه حتی رقابت وجود نداره در افغانستان. شما مثلا نظر بگیرید افغانستان مشکل است. دانشگاه جان هاپکینز آمریکا تمام آمار کرونا جهان رو تولید کرد. یک دانشگاه
شاید هم خصوصی باشه، دولتیش خبر نداره. متوجه؟ این دولت ها نمیتونستن که او دانشگاه ایجاد کنن. یعنی در افغانستان هم بسترهایی که وجود نداره، حتی شما میفهمید روی این دیتا شما کسی اگر کار بردی روی این دیتا شما میتونید تجارت کنید، شما دیتا خلق کنید. مثلا بانک مرکزی افغانستان، ما که علاقمندش بودم، سالها ترازنامه بانک ها را درست آرشیو کرده بود، همه تمام گزارش های مالی اینا را، که اگر یک کسی میتونست 15 سال روی مثلا فکر کن روی تحقیقات روی پایداری بانک ها انجام میداد، وجود داشت و شاید هم وجود داشته باشه اونجا. و دویم دیگه سورس بعدی همین سالنامه احصایوی افغانستان است. سالنامه احصایوی افغانستان با وجود اینکه حالا شما میبینید چی آدم‌ها رو خلق میکنه و حداقل وجود داره، سال به سال شما میتونید از دوران کرزی تا حالا برین یک کتاب قطوری را پیدا کنین که البته یک چیزی داده ها گفته، به اونا شما میتونید مراجعه کنین. بیش از این ما با شما موافقیم که نبود داده ها بسیار یک چالش بزرگ است. توسعه حالا با رشد، ما بیشتر اینجا به رشد بحث رشد کردیم، بحث توسعه را مرقم که شما مطرح میکنین بحث چی است؟ بحث کیفی مسئله هستن. تنها این نیست که ما اقتصاد جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی ما بلند بره، ما بگیم یک کشور خوب شدیم، در حالی که زنها را ما دخانه بردیم، بر دخترها تحصیل اجازه نمیدیم، از نگاه تفکری مفرط ایدئولوژیک داریم، فقط جهاد و بهشت و ایگوار یک جوان ما بهش فکر میکنه. متوجه؟ خدمت عرض کنم صلح وجود نداره و به حساب صحت مشکل داریم، در تعلیم تربیت که اینقدر بزرگ است، اینو همه شما میفهمید چی پایدار است. ما بیشتر میخوایم که همین سوال شما را از بودی که دو پروفسوری که البته چیرم گرفت، جایزه نوبل رم گرفت، از دید زنا چی کنم، اونا در اقتصاد توسعه چی گرفت، نوبل گرفتن، که زن شوهر هم است، ایستر دوفلو و بنرژی، هر دو استاد دانشگاه MIT است. کتاب داره به نام کتاب فقرا که من کتابش خواندم، کورس داره دیگه به نام چالش جهانی فقر. در اونجا می بحث توسعه نیافتگی را خیلی مطرح میکنه که در اون کتابایی که شما میخوانید اصلا نیست. و میگه بیادر اینمی توسعه نیافتگی است که شما مثلا تبعیض ایجاد میکنه با عنوان پدر مادر بینی که دختر تو مکتب خصوصی باره یا بچه تو اینی باره اینه توجه، و یکی شما مثلا درک از پس انداز کردن نداری، این مشکلی چی است؟ مشکل توسعه است. یکی چی نگاهی به حساب به نقش خانم ها در اقتصاد دارین، این مشکل توسعه است. بخاطر توسعه بسیار یک بحث کلانیه که مت شما بحث کردین. توسعه پایدار هم میگین یک ابدا شاخص بسیار بالا داره که سنجش کنه. خب افغانستان این نه تنها از نگاه سیاست دولتی ما بگیم که سیاست دولتی علیه توسعه است، متاسفانه شما میدانید دیگه، و در خود جامعه به اون سویه نیست که به حساب بحث توسعه رو بفهمیم. ما در خانواده مسائل نمیفهمیم، این بحثایی که کردیم کل زیر ما نمیفهمیم. به اون خاطر او کتاب اقتصاد فقرایی تو میگه بدر از گبای کلان بگذر، اصلا تو فکر نکن که یک رژیمی بیاید تو از اینجا دو مسیر ببره. وقتی شما مثلا اینمی گبار میفهمین، خیلی گبای ساده خیلی کوچک را انجام میدین، مثلا فکر کو امی که تربیت اولاد خود چی میکنه، یعنی بینیش تو به دو طفل چی است. خیلی مثال جالب میزنن، میگفتن در هند به خاطر که مشکلات وجود داره، میگفت یک نفر حالا مشکلات اقتصادی ایناست، میگه طرف سائل میکنه، میگه ببین اینی بچه ما احمق است، این ما که سائل میکنه می درس مرس بدر درس به نظر نمیخوره، می خوبه چوپان باشه. این بچه ما قوارض رو سائل میکنه، از قوارض معلوم میشه که در آینده قوی میشه. پس این باید هم نه تنها دولتی هم نخوانه، خصوصی بخوانه، بودجه میشه. حالا بینیش از درون خانواده می بینیش ضد توسعه. ولی بس خیلی چی است. با اون خاطر ما فکر کنم که افغانستانی که به حساب بستر اقتصادی آزاد باشه، فعالیت‌های سیاسی آزاد باشه، دموکراسی میگه با اینا بستر ایجاد میکنه برای توسعه. اینی بستر که ایجاد نکنیم ما فکر کنیم نه پالیسی کار میته. در پالیسی چی رو ما آوردیم در دوران کرزی؟ پالیسی جهانی را آوردیم، استراتژی ملی جور کردیم که بر از اون مردم ها میشه میلیون افغانی برای نوشتن از اون پیدا کرد. وقتی اون بستر برای از ایجاد نکردیم، او استراتژی تحقق نیافت. به او خاطر بهترین پالیسی ها در کنتکست افغانستان کار نمیده. به او افغانستان کشوری متفاوت هست، برای اینکه در اونجا کار کنیم ما باید خیلی کوچک کار کنیم. به نظر من
مایکرو کار کردن میتونه به توسعه برسانه، تا ای که ما خیلی کلان فکر کنیم. کلان که اصلا ما خراب کرده، اثر داره دیگه. ولی متاسفانه حالا استراتژی کلان به ضد توسعه دیگه. شما میدانید مثلا گفتم که این تو بینیش ایدئولوژی است، میگه بیادر بانک قرض نگی. چرا؟ به خاطر که پول میگیری، پول میدی، سود است، تو جهنم میری، بس خلاص. وقتی شما اینمی گپ خلاص، شما وقتی که نرخ بهره را ارزش در اقتصاد نفهمید، تو کل اقتصاد فلج میکنی. شما میفهمید کل سیاست های مالی دنیا روی نرخ بهره چرخش میکنه، اقتصاد دنیا روی بهره چرخش میکنه. وقتی شما یک اینمی بینش ایدئولوژیک داری، بانک ها ورشکست میشه، اقتصاد از کجا رشد کنه دیگه؟ توسعه از کجا بار بیاد؟ به نظر من این بحثا خیلی ما جواب زیر داده نمیتونم سوال شما را رقمی که به حساب بگیم این یک فرمول وجود داره، بخاطر که کنتکست ما، شرایط ما در اون کشور خیلی فرق میکنه و ما شما رو تشویق میکنم که در EDX برین و کورس امیدو تا نوبلیست را، چالش های جهانی فقر و اقتصاد سیاسی توسعه، همون کورس را اینا رو دنبال کنین. شما رو خیلی کمک میکنه و وابسته نباشین دوستای گرامی به مطالعات و چیزایی که در افغانستانه. کاریکولمی که هست، اگر مثلا به فارسی درس میخوانی، برات بگم کاریکولم ایران است. پروفسور ایرانی مثلا کتاب اقتصاد، مثال برای شما میزنم، ما در مقطع ماستری اقتصاد سنجی میخواندیم که همزمان ما خوشبختانه همین نقص پیدا کرده بودم، به انگلیسی میخواندم. در دانشگاه تهران کتاب ترجمه شده بود، نسخه 3 کتاب و به حساب سافتویری که برای تحلیل داده ها استفاده شده بود، سافتویر ساس بود. در حالی که اون نویسنده بعد 18 سال آمده بود، هر لحظه ورژن کتابش به 20 رسیده بود و در ورژن جدید تمام تحقیقاتش، تمام سافتویرهایش، تمام به حساب جدید چیزی که آورده بود کاملا مثالای سابقه را از بین برده بود. کتاب جدید پس سر که یک کسی که در آمریکا میخونه اپدیت ترین چیز میخونه، ما که به حساب ترجمه ایرانی ها را در کابل میخونیم به فارسی، ما میریم در 20 سال پیش مثال میزنیم، ساس و سافتویرهایی که اصلا کنسل شده. متوجه؟ امیدوارم شما به عنوان یک دانشجویی که بدین ما این چیزایی که شما را مراجعه میدیم کمک کننده باشه برای شما. تشکر بسیار زیاد استاد از شما و تشکر از آقای کبیر. وقت برنامه ما عملا تمام شده و سخنان پایانی شما را هم استاد میشنویم و بعد همه دوستا را به خداوند بزرگ میسپاریم. سپاسگزارم جناب فرهمن عزیز. سوال آخر ما است که اگر البته یک بینش نسبت به افغانستان داشته باشیم بهتر، حالا وضعیت رو خوب سه تشریح کردیم همه ما و شما، حالا بتونیم در افغانستان البته اقتصادش چی میشه. من شخصا به عنوان یک تابعی و کشور، ما خیلی میترسم از تورم بلند در آینده افغانستان. قیمتایی که شما سوال شما بود، به خاطر چی ما فعلا در او کشور به زور یک چیز تنظیم میکنیم. شما میفهمین که زور هیچ وقت اگر در خانه باشه، اگر در جامعه باشه، او پایدار نیست. ما اول گفتم ما به توسط کمک های خارجی ارزش پول افغانی رو نگاه کردیم، ما رفاه نسبی بر مردم ایجاد کردیم و این سوال است که آیا این امکان داره تداوم پیدا کنه نکنه. با عدم تداوم از خلاصه برات بگیم که رفاه مردم افغانستان بسیار در خطر بزرگ ما میبینیم به عنوان یک اقتصاد خوانده و این خیلی خطرناکه برای کشور و پیشبینی ممی است. یعنی پیشبینی میشه میگه ممکن تورم از فاز منفی در فاز مثبت بره، یعنی که او زمان دیگه اصلا پولم نداری و خریدم نتنی، فقر، گرسنگی، بیکاری اینا رو بالا میبره و ما انتظار از اینم نداریم که افغانستان یک دفعه سال بعدی چی شود، اقتصادش خیلی پیش بره، به خاطر که آنچه شما فعلا دارین دیگه در 3 روز بعد که سال جدید شود و قواره دیگه نمیگیره دیگه، یعنی می انتقال میکنه. و بس یکی دوست ما مطرح کردن بس توسعه و او بس یک روز نیست، یک بس یک کارکردی بسیار بالا داره. ساده برای شما ما مثال بزنیم، اگر تاریخ جامعه خود ما و شما بررسی کنیم، دنیمی ذهنیتی که ما و شما رسیدیم، پدرای ما و شما ذهنیت نداشتن. واقعیت رو بگیم، این مکتب و این دانشگاه و حالا خصوصی هرچی شد، ذهنیتی که ما و شما داریم به مراتب از پدر مادرای ما پیشرفته تر است،
با وجودی که مشکلات داره. این به خاطر چی که این زمان گذشت و مکتب کار خود کرد، دانشگاه کار خود کرد، جامعه کار خود کرد، تحصیل کرده کار خود کرد، روشن فکر کار خود کرد. گفتمانی مثلا شمایی که اینجا میین یعنی بحث میکنین ما و شما بدیر مثلا ما و شما شریک میکنیم، شاید خیلی آدم علاقمند بحث باشه ولی وقت نداره نظر به شرایط. اینا کلا چی ایجاد میکنه؟ مفکوره ایجاد میکنه و جامعه رو میبره به طرفی خوبی. به او خاطر توسعه با زمان میگیره و کار داره واقعا. و رسالت رسانه ها و دانشگاه، شرکت خصوصی، هر چی بگیم خانواده میست که ما تلاش کنیم جامعه را نگذاریم ما شوکی که آمده از تحولات سیاسی نگذاریم مثلا دخترای ما به سواد بانه. هر رقم میشه ما باید یعنی انقطاع بین نسلی به وجود نیاید. مثلا ما یکی درس خواندم در این دوران 20 سال اخیر به این قدر دانش پیدا کردم طوری نشه خدا نخواسته که نسل بعد ما اصلا گپ مر نفهمه. اونو بسیار بحرانه. نسل بعد ما باید از ما پیش بزنه. اگر اونو شد ما در تحولات با در زمانی که دانشگاه بودم یکی از ترسای بزرگی من می بود دوستای گرامی که میگفتم خدایا یک انقطاعی به این نسلی نشه، یعنی همه دستاورد مکاتب با صفر نشه که مثلا ما و شما را دیگه کس نشناسه. دوران سابق یاد شما از قرنایی که در اروپا اونجا چی رقم میشه یک دانشمند که گپ میزد میگفت زمین این رقمیه میگفت بگیرین کافر شده. حالا می گپای ساده ما شما رو که بگیم میگه سر کی کافر چی میگه دیگه. به اون خاطر رسالت خیلی بزرگه، رسالت همه بزرگه که چطور بتانیم نگذاریم دستاوردها از بین بره. باید تلاش کنیم شرکت ها حفظ باشد، دانشگاه خصوصی حفظ باشه و همه پیش بریم. سلامت باشین. تشکر. یک ممنون یک جهان که فرصت دادین که با دوستا در گفتگو باشیم. تشکر بسیار زیاد استاد شفایی گرامی. تا برنامه‌های آینده همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند حافظ و ناصر و نگهدار همه شما باشد.